سلام دوستان. امروز می‌خواهیم با شما چند نکته جذاب و هیجان انگیز درباره کشور ژاپن به اشتراک بگذاریم. کشوری که هم تاریخ غنی دارد، هم فرهنگ بی‌نظیر و هم پیشرفت‌های تکنولوژیکی شگفت انگیزی که دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. پس با ما همراه باشید. 1. تاریخ و فرهنگ عمیق ژاپن. کشوری که در شرق آسیا واقع شده است و جمعیت آن بر اساس آخرین آمارهای 2024 به بیش از 124 میلیون نفر است. ژاپن کشوری با تاریخ و فرهنگ غنی است. یکی از معروف‌ترین آداب و رسوم ژاپن مراسم چای است. در این مراسم نه تنها چای سرو می شود، بلکه فلسفه احترام، صبر و سادگی نیز در آن نهفته است. این سند که قدمت آن به قرن 15 برمیگردد، هنوز هم در زندگی روزمره مردم ژاپن نقشی مهم ایفا می‌کند. 2. تکنولوژی پیشرفته ژاپن. اگر از ژاپن صحبت کنیم، نباید پیشرفت‌های تکنولوژیکی آن را فراموش کنیم. این کشور در زمینه‌هایی مثل رباتیک و اتومبیل‌های خودران پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. مثلا ربات‌های انسانی که در برخی از کارخانه‌ها و مراکز درمانی برای کمک به انسان‌ها استفاده می‌شوند. همچنین خودروهای خودران که با تکنولوژی‌های پیشرفته در ژاپن ساخته می‌شوند، به تدریج ورود به زندگی روزمره مردم این کشور هستند. 3. زیبایی‌های طبیعی ژاپن. اما ژاپن تنها یک کشور پیشرفته نیست، بلکه زیبایی‌های طبیعی فراوانی دارد. از کوه فوجی که نماد ملی ژاپن است گرفته تا باغ‌های ژاپنی که در طراحی آنها زیبایی در سادگی و نظم یافت می‌شود. هر فصل در ژاپن جلوه‌ای متفاوت از طبیعت را به نمایش می‌گذارد. در بهار درختان گیلاس در حال شکوفه دادن هستند و در پاییز برگ‌های درختان به رنگ‌های نارنجی و قرمز در می‌آیند که مناظر بی‌نظیری را به وجود می‌آورد. 4. خوراکی‌های محبوبی ژاپن. در مورد ژاپن صحبت کنیم و از خوراکی‌های معروف آن نگوییم، واقعاً جای عذرخواهی دارد. سوشی و رامن 2 غذای شناخته شده‌ای هستند که شاید همه جا آنها را امتحان کرده باشید، اما در ژاپن تجربه متفاوتی دارند. سوشی به ویژه به خاطر کیفیت بالای ماهی‌های تازه و برنج مخصوصش معروف است. همچنین اگر به دسر علاقه دارید، حتماً دسرهایی مثل موچی که نوعی شیرینی برنجی است را امتحان کنید. ژاپن کشوری است که در ترکیب سنت و مدرنیته، تاریخ و تکنولوژی، طبیعت و شهرسازی بهترین‌ها را به نمایش می‌گذارد. اگر فرصت سفر به این کشور زیبا را پیدا کردید، حتماً از این فرهنگ غنی و جذاب بهره مند خواهید شد. نظر شما در مورد این کشور چیست؟ حتماً داخل کامنت ها بنویسید. و اگر ویدیوی کره جنوبی رو ندیده اید، توصیه می‌کنم حتماً ببینید و برای حمایت از ما کانال را سابسکرایب کنید.